برادر عزیز سلام علیکم. ویدیو را با دقت تماشا کنید. خواهش میکنم در خدمت کار در کارای من امروز روزای نزدیک در سرش برای 20 نفر یا 30 نفر مادر جای کاری معاش خوب میپردازم. روزای نزدیک جای دوزندگی شخصایی که ماهر هست اوید با دوزندگی کارا میکنه چی میکنه تیاری تو ببینید ان شاء الله. این برادر که میمونه سوخافروکتی توچکای نو چند تشکیل میکنه کارگر در کازی دو کس سه کس از کارگر در کارای خاک استیلی کاری همه خیلی نگه که در 20000 کی کار نه 40000 میفورد کار کنه میفورد در فیزیوتی ننویس. خلاصه از اینکه همه راست خودت میتیا خوردن تا جای خواب تا پاتنت تا همه چیز میکنه فقط شخصای دکومیدور 40000 گه توزد میتیا تا دمنه خورد خوراک سوخافروک دی ویدیو رو تماشا کنه ان شاء الله چی میگن همش میفهمه. خدا نگهدار. التماس ویدیو کم بیانش کنه بعد یک خط تماشا کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا من جای کار من سوخافروک اویلک چیستش 40000 میتیم راست خودش همش با کلمم پاتیم پرپیسکا جای خوبش تولکه آدمی میتونست که سوخافروک سودا کاری به آدم دکره سودای زور کنه دولکش میپادرون بود. خوب دوستان عزیز تماشا کردید نسبت کار انا کی سخن میکنیم نسبت زمزم عمره های این امروز 22 من ویدیو رو حاضر میگذارم روز 28 10 نفر سروشنا در کار های $1300 $1500 کامفورتن چی میگن شویتسکی استول رقم اینا 1673 زنگ میزنه اکی حسن 10 نفر گه با وقت نشه بگه که ما هم 30 پرواز داریم هم 28 ماز هم 28 با 10 نفر گه لازم است یعنی که با جامو دادن خدمت که اسپید نکرده بودی میتونی زنگ بزنی از نوع بابا جان 88. خواهش میکنم شخصایی که حج عمره میره قرضی دار نباشه قرض خواله نکنه همون شرایط درست بره خدا نفسان کنه. السلام علیکم و رحمت الله. او رقم یکمش قطعی که گپ زده وای برای کار بود ایش برای حج التماسش باوش پوتت نکنه. خدا نگهدار. رحمت برای همه دستگیر تو از همتون میندارم. السلام علیکم و رحمت الله.